امروز پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان کادرهای برای تعیین به وظیفه‌ها در ساختارهای وزارت کارهای داخلی پیشنهاد شده را برای صحبت به حضور پذیرفتند. با قرارهای حکومت جمهوری تاجیکستان مشربزاده جمشید معاون وزیر کارهای داخلی و عزیززاده عبدالستار نماینده وکالتدار در بیوروی هماهنگسازی مبارزه علیه جنایتکاری متشکلانه و دیگر نمودهای جنایت‌های خطرناک در حدود دولت‌های اشتراکی اتحاد دولت‌های مستقل تعیین گردیدند. از حساب کادرهای صاحب تخصص و ورزیده راهبر نمایندگی وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان در فدراسیای روسیه نماینده وکالتدار وزارت کارهای داخلی در نزد مرکز منطقوی هماهنگسازی اطلاعاتی آسیای مرکزی عاید به مبارزه با معاملات غیرقانونی واسطه‌های نشادار ماده‌های پسیخوتراپی و پرکورسورهای آنها سردار ریاست وزارت کارهای داخلی در منطقه و ناحیه رشت سرداران یک قطار ریاست‌های دستگاه مرکزی وزارت کارهای داخلی سرداران شعبه‌های وزارت کارهای داخلی در شهر و ناحیه‌های حصار رشت سینای شهر دوشنبه مرغاب و اشکاشم ولایت مختار کوهستان بدخشان باختر بلجوان و شمس‌الدین شاهین ولایت ختلان و باباجان غفورов ولایت سوخت تعیین گردیدند. ضمن صحبت سرور دولت محترم امامعلی رحمان کادرهای تعیین شده را به خدمت صادقانه و صافدلانه به وطن و مردم تاجیکستان معامله خوش با شهروندان آموزش زبانهای بین المللی مبارزه با جنایتکاری مخصوصا جنایت‌های سازمان یافته فراملی به مثل قاچاق مواد مخدر و اسلحه و در مجموع تأمین ولایت قانون هدایت نمودند. تأکید گردید که در همه حالت منفعت دولت و مردم کشور باید در جای اول گذاشته شود.